الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 21 از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه باقی مانده مسائل براءتی که در حلقه گذشته پایان نیافته بود به شما بیان کرده خواهد شد. این حلقه هم به شما معنای توحید را بیان می کند. به شما معلوم گشت که توحید این کلمه خالی نیست، کلمه بی معنا نیست، کلمه قاق و خشک نیست، بلکه کلمه است که معنای بی نهایت بزرگ دارد و معنایش این یگانه و یکتا و تنها الله سبحانه و تعالی را عبادت نمودن و کفر بر طاغوت ورزیدن و براءت نمودن از شرک و کفر و مشرکین و کافرین. این توحید است. پس ما به شما در مسئله براءت صحبت کردیم. بیان نمودیم که براءت قلبی هست، یعنی با دل و با زبان و با جسم، یعنی با بدن، و به مثالهایش همه اش را بیان نمودیم. و بعد از این ذکر کردیم که مقابل براءت موالات است. براءت اگر بدبینی و ترک و ضدیت باشد، موالات است. موالات دوستداری و کمک کردن و محبت است. موالات نمودن به کافرین، موالات نمودن، دوستی کردن و محبت داشتن و کمک کردن و نصرت دادن کافرها از نظر شریعت اسلام حرام است، جایز نیست و کفر است. موالات کردنی یعنی کمک و دوستی و محبت و نصرت کافرین، این شکننده اسلام است. ما باید موالات را، یعنی دوستداری و محبت و مهربانی و کمک و دستگیری را نسبت مسلمین کنیم. برادران مسلمان خود را، خواهران مسلمان خود را، مجتمع مسلمین را کمک کنیم. اما این عبادت بزرگ موالات را نسبت کافرین نداشته باشیم. و بیان نمودیم که موالات نسبت کافرین به دو قسم تقسیم می شود. موالاتی که دوستداری، محبت، نصرت، کمکی که انسان را از اسلام خارج می کند، این دو نمود است: کبرا و صغرا. موالاتی که البته دو نمود هست، کبرا و صغرا، بزرگ و میده. بزرگش موالات کبرا، موالات بزرگ انسان را از دایره اسلام بیرون می کند. اما موالات صغرا، موالات میده، انسان را از دایره اسلام بیرون نمی کند. موالات کبرا را ما به شما بیان نمودیم که 4 نمود است: دوست داشتن کافرها به خاطر دینش، دومش پیروی و موافق شدن به کفریات اونها، پیرو شدن به کفریات اونها و موافق شدن به کفریات اونها، و سومش کمک کردن کافرها بر ضد مسلمان ها، و چهارمینش به اونها عهد و پیمان کردن بر خلاف اسلام و مسلمین که در حلقه گذشته به شما بیان نمودیم. این یکم نمودی موالاتی یعنی کبرا بود. دومین نمودی موالات که انجام دادنش حرام است و جایز نیست، موالات صغرا است. موالات میده است که انجام دادن این موالات
حرام است، جایز نیست، اما کسی انجام دهد کافر نمیشود. این گناه کبیره است. ببینید موالات کبرا، معنای موالات را فهمیدید؟ دوستی و کمک و نصرت و رفاقت و مهربانی و پیروی و نصرت. کبرا بزرگ باشد انسان را از اسلام خارج میکند، اما کوچک باشد به گناه کبیره انسان را واقع میکند و کافر نمیکند. و همین به شرطی که انسان، یک انسان مسلمان به دلش بد ببیند، کافر را بد ببیند، بغض داشته باشد، عداوت داشته باشد، اما عملا اگر یکم بگویم اونها را دوست خود بگیرد، محبت و مهربانی نداشته باشد، فقط به خاطر دنیا دوست بگیرد، البته این گناه کبیره است. دومین نمود گناه کبیره که از نظر موالات صغرا به وجود می آید، یعنی همیشه به چهره کشاد و تبسم به اونها روبرو شدن و در حالتی که به قلبتون بد میبینید، محبت ندارید، اما همیشه چهره خود را زیبا کرده به اونها نگشتن و مهربانی کردن جایز نیست. سومین نمودش موالات صغرا که آدم را کافر میکرد، مانندی کردن به همون کفار در عیدهایشان، نه در کفریاتشان. ببینید کفر هست و عید هست. بعضی از عیدهای کفار این کفر نیست، بعضی عیدهایشان کفری است. مثلا عید میلاد این عید کفری است، عید دینی هست. اما عید مثلا وطن باشد، عید غلبه باشد، این عیدها عید دنیوی هست، اما آدم در این عیدها هم به اونها مانندی کند گناه کبیره میگیرد، حتی تا حد کفر بردنش ممکن است. و حاضر شدن در عیدهای دنیویشون به عیدهایی که اونها دنیوی دارند، مثلا بگیم عید استقلال، عید وطن، عید این، عید اون، این گناه کبیر است. این هم موالات است، موالات کوچک است. شما موافقت خود، دوستداری خود را اعلام کرده سدید. انسان موحد باید از همین عیدها هم براءت اعلام بکند. ما دو عید داریم، عید فطر و عید قربان، و غیر از این دیگه عیدها رو ترک میکنیم و براءت خود رو اعلام میکنیم. یا که یک مسلمان به یک غیر مسلمان، به کفار، از خبرهای مسلمین ها بدهد، یعنی بعضی از اخبار مسلمان ها رو بدهد، بعضی از سر و اسرار مسلمان ها رو بدهد، نه به خاطر کمک، نه به خاطر دوستی، نه به خاطر مودت، نه به خاطر پول، نه به خاطر مال، از سبب سادگی بعضی خبرهای دهد، نه به خاطر ضد مسلمین، از سبب یعنی نفهمیدن. در این حالت این هم شرکی بگویم، یا که این هم کفر اصغر است، کفر دون الکفر است، کفر دون الکفر، این رو میگیم کفر اصغر و همین گناه کبیر است. بمانندی حتی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله این چنین قصه شده است، بمانندی حدیثی که حاطب ابن ابی بلتعه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که ما به مکه به فتحش قدم میزنیم، روزهای نزدیک برای فتح کردن و کشادن مکه، خلاص کردن مکه از دست مشرکین حرکت میکنیم. که در همین حالت یکی از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حاطب ابن ابی بلتعه، این خبر رو به یک نامه می نویسد و به مکه رو روانه میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودند که این خبر رو نرسانید، اما این صحابه مخالف میبرند، میرسانند. نه به خاطر کمک کردن مشرکین، نه به خاطر ضدیتشون به پیامبر صلی الله علیه و سلم، نه به خاطر محبت مشرکین، بلکه به خاطر رسانیدن خبر به اهل خانوادهش که اهل خانوادهش با پیامبر صلی الله علیه و سلم نجنگند، یا که برای خرسند کردن اهل خانوادهش. برای همین این صحابه رو هیچ کسی از علمای اهل سنت و الجماعت به اجماع، یعنی عملی کفری، عملی شرک اکبر یا کفر اکبر کرده است نگفتند، پیامبر هم تکفیر نکردند. این یک خبری مسلمانی که اگر دانند هم مشرکین کفر دانند هم به مسلمان ها ضرر رسانده نمیتوانند،
خبر داد به غیر قصد کفر، یا بگویم به غیر قصد ضرر، به غیر قصد کفر نه، به غیر قصد ضرر رساندن، یعنی قصد ضرر مسلمان ها رو نداشت. اما همین باشد هم گناهی بزرگ است، کبیره است. یا که یکی از نمودهای نبودن براءت، قوی نبودن توحید یا داشتن موالات صغرا نسبت کفار این است که اکرام کردن اونها، قدردانی کردن اونها، به مجلس ها آوردن و در مجلس ها جای دادن و اینها رو احترام کردن و به اونها نزدیک شدن. و سبحان الله امروز مسلمان های ملت تاجیک از سبب کمبغلی، از سبب ضعیف بودن اقتصاد، حتی یک اوستا، یک مردکار، یک جوان مسلمان بیچاره خانه یک روس رو، یک کافر رو بگویم بنا میکند و در همون حالت یک باره خودش رو به همون کافر نقض نشون میدهد. سبحان الله. احترام و عزت و اکرام کردن و این چیز گناه کبیره است، از حد گذرد انسان رو به کفر میبرد. یا که کمک کردن اونها، نه بر ضد مسلمان ها، کمک های شخصی که است، کمک کردن، کمک های تنهاگی، به اونها ثنا گفتن، اونها رو خوب گفتن. امروز چقدر مسلمان ملت تاجیک در روسیه از همین باب گمراه شدن، میگن روس ها خوب است، بعضشون کفر میکنن، میگن اگر روس ها نباشد ما گوش نمیمونیم، که البته این کفر است. این نبودن توحید، نبودن ایمان به الله سبحانه و تعالی، این انکار توحید ربوبیت است. حتی مشرک قریش، مشرک زمان پیامبر سخن را نمیگفت، رزق را از الله میدانست، اما امروزها بعضی بی دین و بی ایمان همین سخن را هم میگد. اما بعضی دیگرش به نهایت خوب وصف میکند و وصف میکند و وصف میکند که این البته کفر است، اما کفر اصغر است، گناهی به نهایت بزرگ است. دوست گرفتن کفار، از ویها مشورت گرفتن، یا که یک مسئله به نهایت مهم اونها رو کارگر گرفتن. مثلا یک مسلمان مغازه دارد، به مغازهش عمال لازم است، کارگر لازم است. پس مسلمان هست، مسلمان ها رو ترک میکند، غیر مسلمان ها رو میارد کارگر میگذارد و به آنها پول میتید، به آنها خوب معامله میکرد. این البته گناهی به نهایت بزرگ است. مسلمان باید مسلمان ها رو کار بفرماید و این به نهایت یک درد روز است. بعضی از مسلمان ها میگن که یعنی کسانی که پول دارند و مال دارند میگند به جای این که یک مسلمان رو بیارم و اون رو احترام کنم و به اون سخن گفته نتوانم و اون تحقیر کرده نتوانم و اون زده نتوانم، به جای این دیگر کافر میارم و اون تحقیر میکنم و میزنم، چیزی خواهم میکنم و فریب میدم. نه، این حرام است. تو باید مسلمان بیاری، مسلمان باید کارگری تو باشد، مسلمان باید از پول تو استفاده برد، مسلمان باید به عوض کار از تو مبلغ را زندگی خوب بکند. ما باید بین همدیگر همکار باشیم. یا با اونها در یک خانه زندگی کردن یا در بین اونها زندگی کردن، این همه جایز نیست، این همه گناه کبیر است، این همه از موالات صغرا است. چه خیلی که این همه سخنها را در کتاب‌های گوناگون، در شرح کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب، سلیمان ابن عبدالله، عبدالرحمن ابن حسن، یا که حمد ابن عتیق و غیره از کتاب ها میتونید دریافت بکنید. بارک الله فیکم. حتی شیخ سلیمان ابن عبدالله، نبیره محمد ابن عبدالوهاب، در کتاب تیسیر العزیز الحمید زیاده از 20 نمودی همچنین موالات را ذکر نمودند. در کتابی حتی میتونید مجموعه التوحید هم وجود دارد. اما در یک حالت به اونها نشستن و صحبت کردن و همکاری کردن و غیره جایز است، به خاطر دعوت باشد، به غرض دعوت باشد. در حالتی که به قلبتون بد میبینید، دعوت کردن معنیش نیست که اول شما اونها را دوست دارید. نه والله،
به قلبتون باید بد ببینید، در قلبتون بغض نسبت اونها داشته باشید و دعوت برای حق بکنید، معامله بکنید. و از استثنایی که وجود دارد زیارت کردن اونها به خاطر دعوت، هدیه دادن برای اونها به خاطر دعوت. هدیه یعنی از باب زیارت، وقتی که زیارت می روید به خاطر دیدن یک کافر به خانه‌اش یا که به یک جای دیگر می روید هدیه برید، به خاطر دعوت جایز است. در این مسئله حدیثی وجود دارد، حدیث المسیب که در قصه نبی رسول الله صلی الله علیه و با عمکشون ابو طالب آمده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دیداربینی عمکشون می رفتند، زیارت میکردند، بعضی از هدیه میدادند، دعوت میکردند به خاطر دعوت. بارک الله فیکم. این بود مسئله براءت. مسئله دیگر اینجا باقی میماند که حکم عمل نمودن در نزد کفار چیست؟ آیا برای مسلمان جایز است که در نزد کفار عمل بکند؟ علما میگند اگر عمل در برگیرنده کفر باشد، اگر عمل عبارت از کفر باشد، حرام باشد، در این حالت برای مسلمان حرام است که در نزد کافر عمل بکند. عمل های کفری، مثلا به شما بگویند که به ما یک معبد سازید، بگویم سرکوف سازید که در اونجا شرک انجام داده می شود، الله دشنام داده می شود، تحقیر کرده، اهانت کرده می شود. برای مسلمان حرام است که این بنا را بپوشد، بنا بکند. یا برای نگاه بینی خوک، یا برای مغازه خرید و فروش تجارتی شراب و دیگر چیزهای حرام. در این حالت کار کردن مسلمان در نزد کافر به این نمود کارهای حرام و کفر و شرک حرام است. اما عملهای دنیوی که از عبارت یعنی حرام نباشد، تجارت باشد، خرید و فروش ها باشد، در این حالت جایز است. یا که پوشیدن چیز استاگی یا که دوریدگری و غیره باشد، در این حالت جایز است. بارک الله فیکم. پس مسلمان موحد همیشه باید عزت داشته باشد. عزت خود را، برادران و خواهران موحدم، عزت خود را از دست ندهید. خودتون را بی‌قدر نکنید. خودتون را ذلیل و خوار و زار حس نکنید. شما عزیز هستید. به کارهای پس دست نزنید. رزق را از الله دانید. همه کاری که در همون کار ببینید که کافر در بالای سر شما عزت دارد ترک کنید. الله سبحانه و تعالی میگه ولا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. هرگز الله سبحانه و تعالی کافرها را بر بالای مسلمان ها قرار نداده است. کافر همیشه پست است. عزت از مؤمنین و موحدین است. این آیت بنهایت فهمی بزرگی را به ما میدهد. ولا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یا که حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن الاسلام یعلو ولا یعلى علیه. اسلام بالا هست، بر بالای اسلام هیچ چیز آمدنش ناممکن است. یعنی اسلام عزیز است، اسلام بالا است، دیگر چیز بر بالای اسلام آمده اسلام رو پایین کردنش ناممکن است. این دو چیز بهترین دلیل است. با همین حکم عمل در نزد کفار با پایین. مسئله دیگر حکم زندگی کردن با همراهی کفار. البته این به چند قسم تقسیم می شود. اگر به خاطر انسان دعوت زندگی بکند، به خاطر تاثیر گذاشتن اونها، به خاطر اظهار کردن دین، یا که در بین اونها زندگی کند، دینش را اظهار کند، یعنی توحیدش را، کفر به طاغوتش را، براءتش را، دین اونها را باطل اعتقاد بکند، توحیدش را و شعار اسلامش را از سنت های پیامبر صلی الله علیه و آله و از عقیده آشکار کند و در بین اونها زندگی کند، باکی ندارد، این مستحب است. این قسم اول. قسم دوم، اگر به خاطر دنیا در بین اونها زندگی کند، در بین کفار به خاطر دنیا زندگی بکند. البته اگر یک منطقه مسلمان باشد و شما اینو ترک کنید و به خاطر دنیا در بین کفار زندگی کنید، این حرام است. و این حدیثی اومده است که از ابی داود سنن ابو داود ذکر شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن انا بریء من سکن بین ظهران المشرکین. من بیزار هستم،
من براءت خود را اعلان میکنم از همون مسلمانی که در بین مشرکین زندگی میکند. مسلمین را ترک کرده است، در بین مشرکین زندگی میکند. سومین نمود زندگی کردن در بین کفار این است که مجبور در بین کفار زندگی بکند و برای هجرت کردن قدرتی نداشته باشد. مجبور است، دیگر علاج نیست. در این حالت جایز است، به شرط این که به قلبش، در قلبش، در دلش اونها رو بد ببیند، بغض داشته باشد. چه که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء 98 میگه الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حیله. چهارم نمود زندگی کردن در بین کفار و مشرکین این است که انسان در همون بین کفار و مشرکین زندگی کند به خاطر اینکه در همونجا تولد شده است، در همونجا این شهر اون است، این دولت اون است، این منطقه اون است. در این حالت جایز است که زندگی بکند اگر در حالتی که امین به دینش، امین به نفسش باشد و دینش رو آشکار کرده تواند، چه خیلی که گفتیم. اما در غیر این صورت دینش رو آشکار کرده نتواند، زن حجاب کرده نتواند، مرد دینش رو آشکار کرده نتواند، هجرت واجب است. بارک الله فیکم. این یک مسئله دیگر مختصرا بگیم حکم گرفتن پاسپورت های دولت های کفری چیست؟ یعنی یک مسلمان رود شهروندی یک دولت کفری بشود. بخصوص امروز تاجیک‌ها که در دولت های روسیه حکم شهروندی میگیرند، گرچه که دولت خودشون هم کفری است، لیکن باز میگن به این دولت. این یک بار مطلقاً عام جایز است یا که جایز نیست گفتن درست نیست. این صورت‌های خاص خود را دارد، نمودهای خاص خود را دارد، حکم‌های خاص خود را دارد. الحکم فرع من تصوری. اول ما باید مسئله رو فهمیم، صورت و نمودی مسئله رو درک کنیم، بعد از این حکم میمونیم. یکم نمودی پاسپورت گیری بگویم یا که یکم نمودی شهروند شدن به دولت های کفری این نمود است که انسان اگر به خاطر محبت همون دولت، به خاطر دین همون دولت، به خاطر کمک همون دولت، به خاطر نصرت همون دولت کفر رو اختیار کند، این کفر اکبر است و این چنین انسان خارج از ملت اسلام شد، کفر می شود، توحیدش نابود می شود، براءتش نیست می شود. این آیات های چهارگانه که گفتیم، حدیثی که گفتیم بیان میکرد که این کفر است، کفر اکبر است. دومین نمودش به قلبش بد ببیند این دولت کفر رو، بغض و عداوت داشته باشد، اما به خاطر ضرورت بگیرد. بعضی از اهل علم معاصرین یعنی جایز دانستند از سبب اکراه و ضرورت گیرد. خیلی که در همین مسئله کتاب نوشته شده است که شیخ حمود ابن عقل الشعیبی، یکی از علمای بزرگ اهل سنت و جماعت، نوشتند. اما بعضی از علمای اهل سنت و جماعت همین رو هم منع کردند. اما اگر همین دولت کفری دولت خودش باشد، به خاطر حرکت کردن بگیرد، باکی ندارد، حکم اختلاف می شود. نه به خاطر دوست داری بلکه به خاطر مجبوری بگیرد، دولت خودش باشد، باکی ندارد. والله علم جایز است. سوم نمودی شهروند شدن این که انسان یک شهروندی دولت کفر را بگیرد به خاطر دنیا و میداند که معنای شهروندی چی است، میداند که التزامات کفری دارد، میداند که انمین جایز نیست، حرام است، اما دیده و دانسته به همین دست میزند، نه به خاطر مجبوری، نه به خاطر اینکه این دولت خودش است، دولت مسلمانی رو میرد و اینجا میگیرد. در این حالت این کفر میشود، یعنی به خاطر دوست داری، خیلی که قسمی مثل قسمی اول است. اما یک کسی دیگر، این چهارم نمودش، پاسپورت یا که بگیم شهروندی یک دولت کفر رو میگیرد و نمیداند که چی کفر، این کفر بودنش رو نمیداند، کفریات شهروندی رو بیخبر است، از احکام و ملتزمات این دولت های کفری بیخبر است.
در این حالت جهل عذر است و این کفر نمی شود، گناهی بزرگ است. بگویم پنجم نمودش انسان به خاطر اکراه بگیرد. ضرورت و اکراه فرق دارد. ضرورت را گفتیم علما اختلاف کردند، بعضشون جایز و بعضشون جایز نیست گفتند، اما به خاطر اکراه باشد جایز است. به خاطر اکراه به اجماع علما جایز است. یعنی در حقیقت اکراه مجبور سخت باشید، اگر همین رو نگیرید شما خودتون یا دینتون یا مالتون یا نسلتون از بین می رود، در این حالت گرفتن جایز است. اما دانید که ما به شما پیشتر بیان کردیم ضرورت و اکراه از هم دیگر فرق دارد. ضرورت اکراه نیست، یعنی مشقت. بارک الله فیکم. ما در جایی که جایز گفتیم به شرطی که انسان براءت داشته باشد و بغض داشته باشد. اما کسی که به خاطر محبت اونها اختیار کرده اونها را میگیرد، این البته کفر اکبر است. اما گرفتن شهروندی دولت‌های مسلمان که خودش مسلمان میگوید این جایز است، با که ندارد. از حیث اصلش، از جهت اصلش جایز است. بارک الله فیکم. پس این بود مسئله شهروند شدن به دولت‌های کفری. حالا بیایید به شما مسئله دیگری را ذکر کنیم که امروز فهمیدنش به هم ضرور است. این هجرت نمودن به شهرهای کفر، هجرت نمودن به شهرهای کفر و از شهرهای کفر هجرت نمودن به منطقه اسلام. اولا بگیم از شهرهای کفر، از منطقه های کفر هجرت نمودن به منطقه های مسلمان نشین و اسلام، این حکمش واجب است. یعنی این اصل ایمان نیست. ما گفتیم ایمان ما 3 مرتبه دارد. اصل ترکش کفر است و آدم کافر می شود. عذر جهل عذر نیست. دومش واجبات، دومین مرتبه ایمان واجبات که ترکش کفر است اما انسان جاهل باشد. البته در این حالت، در بعضی حالت جاهل نباشد هم کافر نمی شود. اول وی حجتش و قدرتش میبینیم و بعد از این مستحبات. بارک الله فیکم. پس هجرت نمودن از بلاد کفر به اسلام این واجب است، مرتبه دوم است، اصل نیست، واجب است. یعنی یک کس اگر موحد باشد هجرت نکند ما وی کافر نمیگوییم یک باره، به وی حجت رسانده نمی شود. اگر هجرت قبول کند و هجرت نکند هم تکفیر کرده نمی شود. اما دین ترک کند، اما هجرت نکند و دینش ترک کند، بعد از این ترک مناط کفرش، سبب کفرش نه هجرت ترکی را بلکه انجام کفر است و تکفیر می شود. پس برای مسلمان زمانی که دینش در حالت خطر است، آشکار کرده نمی تواند، واجب است که هجرت بکند به منطقه‌ای که آزاد می شود. به کجا هجرت میکند؟ بعض از علما گفتند باید به مکه هجرت کند، برای اینکه بهترین افضلترین یک قطعه زمین این مکه است. و بعضی از علما گفتند که افضلترین مکان این مدینه است، به مدینه هجرت کند، برای اینکه این مکان هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است. سومین یعنی قول این است که انسان خودش بینگرد که کجا برای اون از نظر دین و از نظر اقتصاد و از همه جهتی یعنی مصلحه خوب است، به همون جایی که دینش آشکار کرده میتونه هجرت بکند. و از نظر امن امروز در همین حالت سبحان الله امروز در مکه و مدینه هم امن نیست، برای اینکه اون طاقت های حکومت سعودی هم در همون جا هم میگیرن میدهند، همکاری دارند با دیگران میدهند، در اونجا هم امروز یعنی منطقه امن است. عموما کجایی که انسان خودش امن داشته باشد به همون جا هجرت میکند، دینش آشکار. این قول راجح همین است. بارک الله فیکم. اما من یک نکته رو میخواهم در اینجا بیان بکنم. در حلقه گذشته هم گفتم در مسئله حکومت سعودی که حکومت سعودی امروزه به محمد ابن عبدالوهاب هیچ علاقه ندارد. دولت محمد ابن عبدالوهاب ساخته این دولت مملکت العربیه السعودیه نبود، بلکه دولت الاسلامیه بود، دولت اسلامی بود که بعد از بگویم 100 سال تقریبا تشکیل شدنش، بعد از وفات محمد ابن عبدالوهاب 202 اگر 6 وفات کرده باشند، بعد از 20 سالش
این دولت رو شکستند و نابود کردند و بعد از تقریبا 10 سالش باز دومین مرتبه نبیره‌شون مجددین ثانی عبدالرحمن ابن حسن با فرزندشون عبداللطیف باز به وجود آوردند و باز شکست خورد و این سومین مرتبه دولت مملکت العربیه سعودیه شد که این به محمد ابن عبدالوهاب تعلقی ندارد. برای شما در حیرت نمونید وقتی که ما مملکت عربستان سعودی رو قبول نمیکنیم، محمد ابن عبدالوهاب رو گویا که قبول نمیکنیم. این خیلی نیست. محمد ابن عبدالوهاب دیگر طرف هستند و اینها در دیگر طرف هست. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. این بود مسئله هجرت کردن. اما این چنین در مسئله براءت داخل می شود پوشیدنی یا که به گردن انداختن صلیب، این کریست هایی که امروز کفر دارد. مسلمان اگر به گردنش همین کریست های اندازد حکمش چیست؟ اگر همین محبتان یکم اگر به خاطر دوستداری اونها کرده باشد، این کفر اکبر است، خارج از ملت اسلام میشد. برای اینکه این محبتی یعنی اهل کفر را نشون میدهد، نصارا را نشون میدهد و این دلالت میکرد که این به اون چیزی که به غیر الله پرستیده میشود کفر نورزش، کفر به طاغوت ندارد. یا به گردنش صلیب اندازد یک مسلمان به خاطر یعنی پیروی یا که به خاطر خوب نشان دادن خودش به کفار، به خاطر نزدیکی به اونها، به خاطر اینها به مظاهره کردن، این هم کفر اکبر است. بارک الله فیکم. یا که به خاطر سوم نمودش این که در بین همونها مثل همونها گردم به من کسی ضرر نرساند گفته پوشیدم، البته کفر اکبر است. برای که صلیب این از همه بزرگترین شعار کفری نصارا است. اما اگر یک لباس پوشد که مایکه مثلا بگویم، یا یک لباس از کرته و شیم، یا یگون سرپوش، یا یگون پایافزال پوشد که در وی علامت کریست باشد، صلیب باشد، ما این را کفر نمیگوییم. نفهمید این میگیم کفر است، اما صاحبش کفر نمیشد برای اینکه نفهمیده پوشیده است. انسان اگر نفهمد در این مسئله جهل و عذر است. ما به وی نصیحت میکنیم باید نابود کند. و دانید که پیامبر صلی الله علیه و سلم لم یدع شیئا، چلی که حضرت مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت میکنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان چیزی رو که نمود صلیب داشت نمیگذاشتند، ترک نمیکردند، بلکه الا هدمه. لم یدع شیئا فی تصور صلیب الا هدمه، مگر اینکه نابود میکردند. یگان چیز تشبیه به صلیب باشد نابودش میکردند. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. پس این بود مسائل براءت و مسائل همکاری کردن و با کفار و غیره. اما سوال شود که خوبی کردن با کفار، نیکویی کردن، احسان کردن با کفار آیا در دین ما وجود دارد؟ البته کفار به چند قسم تقسیم میشن. یکم نمود کفار ذمی، اون کفاری که در بین مسلمان ها زندگی میکنند و در دولت اسلامی جزیه میدهند، زندگی میکنند. یا بین مسلمان ها و کفار عهدی باشد یا که مسالمه باشد، به این نمود کفار نیکویی کردن، احسان کردن جایز است. بخصوص اگر این نمود کفار همسایه شما باشد، خویش و نزدیک شما باشد یا فقیر باشد. مثلا دولتی باشد که بمانند دولت‌های خلفای راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، در این زمان بسیار از یهودی ها و بسیار از خریستیان ها در زیر دولت اسلامی زندگی، در درون دولت اسلامی همراه مسلمان ها زندگی میکرد. به قانون الله سر آورده بود. اونها هر ماه یک مقدار معین پول میدادند یا هر سال یک مقدار معین پول میدادند، زندگی میکردند در دین یهودیت و در دین خریستیان. اگر یهودها در بین مسلمان ها زندگی کردن و جزیه دادن راضی باشد، اونها رو کشتن، اونها رو زدن، ظلم کردن، فریب دادن، دروغ گفتن حرام است. به اونها نیکی کردن جایز است. یا که بین مسلمان ها و اونها عهد و مسالمه باشد، جایز است. خیلی که در سوره ممتحنه آیت 6 آمده است که الله سبحانه و تعالی میگه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. الله شما من نمیکند که اون کفرایی که به شما عهد کردند و به شما نمی جنگند یا که در اهل ذمه هستند، به اونها نیکویی بکنید و به اونها خوبی بکنید. بر علما در اینجا میگن که به اونها خوبی بکنید. دومی نمود کفاری که بین مسلمان ها و بین اونها جنگ باشد. بین مسلمان ها و بین کفار جنگ باشد.
کفر اعلان جنگ به مسلمان کرده باشد. به این نمود کفر خوبی کردن و احسان کردن جایز نیست. احسان و بر کردن جایز نیست، بلکه به اینها فقط ضدیت و عداوت و البته به اونها ضرر رسانده می شود. بارک الله فیکم. مسئله دیگر اینجاست که آیا مسلمان از کافری که اهل ذمه باشد، معاهد باشد، کافری که چخیلی گفتیم به اونها نیکی کردن جایز، از همونها باشد، از یگان نمود کفر آیا هدیه قبول کردن مسلمان جایز است یا نیست؟ البته جایز است اگر وی حربی نباشد. حربی یعنی کافری که به شما جنگ نمی کرده باشد و از اهل ذمه باشد به شما هدیه بدهد، قبول کردنش جایز است در حالتی که همون هدیه حرام نباشد. هدیه حرام نباشد. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم از یهودی هدیه رو قبول کردن. بارک الله فیکم. این یک مسئله بود. ما چرا این مسئله ها رو بیان میکنیم؟ به خاطر اینکه شما مسئله براءت رو، مسئله موالات رو خوب درک کنید، در کجا جایز و در کجا ناجایز خوب بفهمید و توحید رو درک کنید. و مسئله دیگر که با همین به پایان میرسونیم، حکم داخل شدن در حزب‌های سیاسی علمانی، دموکراتی، علمانی، لیبرالی چیست؟ یا حزب‌های اسلامی که دعوای دموکراتی و علمانی میکند، یا که حزب‌هایی که امروز مبارز خودش رو اعلام میکند، از 24 باشد، یا که نهضت باشد، یا که دیگه و دیگه باشد. داخل شدن به این حزب‌ها، پیرو شدن به اینها، به این حزب‌ها کمک کردن، هم فکر اونها بودن، برای مسلمان موحد جایز نیست، حرام است، برای اینکه اونها عاقبتشون شرک است و کفر است. سبحان الله. هر کسی به اونها کمک بکند داند که کمک بر ضد توحید کرده است. شعار اونها ضد توحید است و این رده است. دیده و دانسته کسی که به همین جا میرود این رده است. هر کسی که به همونها داخل بشود، فهمد که همون جایز نیست داخل شود، داند که مخالف شریعت است داخل شود، همون اقرار شود، به همونها راضی شود، به منهج اونها راضی شود و بگوید که شریعت ما همین شریعت است. عقیده توحید رد میکند، گویا که این حزبی عقیده توحید رد میکند، کفر به طاغوت ندارد، الولا و البرا ندارد. همین دیده و دانسته اقرار کنه برود، این مرتد میشود و از توحید بوی ندارد. انا این بود معنای توحید. معنای توحید چیست؟ معنای توحید یگانه عبادت کردن الله سبحانه و تعالی در دعا، در اطاعت، در محبت، در بزرگ شماریدن، در توکل، در همه اینها یگانه به الله سبحانه و تعالی کردن، یعنی عبادت رو تنها به الله انجام دادن. کفر بر طاغوت ورزیدن، براءت اعلان کردن براءت از کفر و شرک و کافران و مشرکین. بارک الله فیکم، حیاکم الله و بیاکم. با همین این حلقه به پایان رسید و باذن الله تعالی در حلقه آینده مسائل